سلام علیکم. از 5:30 صبح، زودتر حتی، دارم میرم شیفت. یک باید برم. این آسانسور دانشکده پزشکیه و من تازه اینو کشف کردم. خیلی حال میکنم باهاش. برای کسایی که نمیدونن، ما یک در مخفی داریم که از دانشکده پزشکی میرسه به دانشکده پیرا-پزشکی. مثل الان اینجا الان دانشکده ماست. آخه اینجا گروه ما بود. هست البته هنوز. اینجا هم منو میبینید. دختر فعالی بودم. به به.